داداش اینجا چی میدن؟ آب لیمو. کامپوت هم میدن. بالاره رو میدن؟ آره بچه خوبی باشی اون تلویزیون رو بهت میدن. جون ما. حاج آقا اسم منم ثبت نام کنید لطفا. خب انگیزه شما چی از رفتن به جبهه؟ برای اون تلویزیون اومدم اون بالاره. اونا مال رزمنده هاست توی جبهه هم تقسیم میکنه. خب ما هم رزمنده ایم دیگه حاج آقا. شما رزمنده یا کفشنده؟ بفرمایید ببینم که اصولا کفن میت چند تیکه است؟ مردونه یا زنونه؟ باریکلا بالاخره تو یه خورده از اینا بیشتر حالیته. قربون شما. خب چند تیکه است؟ 2 تیکه داره 3 تیکه داره. مگه مایه برای شنا نگاه کن مرده که شنا نمیکنه فکر کنه مایه. خیلی خوب. شما اصولا مستراح رفتید تالا؟ تا دلت بخواد زیاد. حاجی خیلی هم طول میکشه من شاهدم. نصف عمرمون تو مسترا بودیم. میخواستم بپرسم ببینم که وقتی که وارد اونجا میشید کدوم پاتون رو اول میذارید تو؟ راست یا چپ؟ بابا اصلا برادر حاجی شما ما رو با اینا بفرست، ما با کله میریم تو مسترا.